ما اعتراض داریم نسبت به این نانی که به جای اینکه پایه سلامتی مردم باشه توی کشورمون شده پایه تمام بیماری ها. این نانی که ما داریم مصرف میکنیم واقعا چه آسیب هایی میتونه به بدنمون بزنه؟ ببینید واردات شدید گندم داریم و واردات گندم هم اینطور نیست که اونا دلش برای سلامت شما بسوزه. میگه گندم میخواد، این گندم قطعا نان تراریخته است و به خاطر همین نان دیگه عطر نداره. ثبوتش هم میگیرن، فقط کربوهیدرات تحویل شما میدن، شما فکر میکنید نان میخورید. خب مطمئنا عوارض خودش روی ملت میذاره. اکثر مردم با شکمای گنده، با خواب زیاد، خستگی بیش از حد در طول روز. شما برو پیش متخصصین فوق تخصص غدد، اولین حرفی که بهت میگن میگه دیگه نان نخور. چرا؟ چون قند خونت میبره بالا، در حالی که نان سالم قندو پایین میاره، باعث مصرف قند میشه. سلول در مقابل قندی که توی خون هست مقاومت ایجاد نمیشه درش. اگر مواد جوانه‌ای و مواد سالم نان گندم وارد بدن بشه، این غشا دچار مقاومت نمیشه و چاقی بیمورد صورت نمیگیره.